ناموسن حاضرم اینو بخورم ولی اینو نه. اگه میخوای بدونی این چه غذاییه تا انتهای ویدیو همراه من باش. حتما تا الان در مورد غذای عجیب و غریب زیاد شنیدی، غذایی که تصور خوردنشون براتون سخت بوده اما برای خیلی خوردن اونا معمول ترین اتفاق ممکنه. در این ویدیو به 10 تا از عجیب ترین غذای دنیا میپردازیم، پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. غذای آلبالوت جنین اردکه که حدود 2 تا 3 هفته سن داره. این غذا در پوسته تخم مرغ جوشونده و خورده میشه. این غذا طعم ترش داره و شاید خوردنش هم خیلی راحت به نظر نیاد. البته که ممکنه هیچ وقت نخوای این غذا رو امتحان کنی، اما تو کشورهای مثل لاوس، کامبوج و فیلیپین و بعضی از دستفروش‌ها غذای خیابونی اونو خام سرو میکنن و خیلی هم غذای پرطرفداری به حساب میاد. صدف کوه راکی، صدف خوراکی، اونم توی کوه. حتی خود این که صدف توی کوه وجود داره خیلی عجیبه. حالا فکر کنی قراره اونو بخوری، اما یه چیز عجیب این غذا اینه که صدف‌های کوه راکی در واقع اصلا صدف نیستن. اون مثل داداشم بود، یعنی اونا بیضه‌های سرخ شده گاو نر هستن که گاوچرونا علاقه زیادی به خوردنش دارن. این غذا بیشتر در رویدادهای رودئو در ایالات متحده سرو میشه. غذای خارگیل، این میوه در سراسر آسیای جنوب شرقی رایجه. میوه‌ای که برخی از مردم به خصوص مردم محلی اونو خوشمزه میدونن، اما بعضیا میگن که بوی فاضلاب میده لامصب. اصل بوی اون در واقع انقدر تنده که بردن اون در بعضی مکان‌ها مثل وسایل نقلیه عمومی یا هتل‌ها ممنوعه. هرچند بر اساس تحقیقات انجام شده خوردن اون فواید شگفت‌انگیزی برای سلامتی داره، اما کارشناسان توصیه میکنن که خوردن زیاد خارگیل باعث نفخ و ناراحتی شدید معده میشه. تا اینجا غذاها شاید قابل هضم بودن، ولی مورد بعدی یه جوری جور در نمیاد. میدونی؟ ویدیو رو لایک کن تا بریم ببینیم. گوشت حیوانات مرده. یک کارمند سابق دولت بریتانیا به نام آرتور بوید عادت داشت تا هر دفعه که حیوانات مرده رو تو جاده میبینه ماشینشو نگه میداره و بدو حیوان زبون بسته رو با خودش به خونه میبره و برای شام اونو میپزه و میخوره. اون در طول 50 سال به طور مرتب غذایی خورده که از حیوانات کشته شده روی جاده تهیه میشدن، اما هرگز مریض نشده. اون کتابی در مورد تجربیات خوردن چنین غذایی نوشته که در اون داستان و دستورالعمل‌های غذا نوشته شده. حتی یک بار آرتور یک سگ لابرادور رو پخته و گفته که طعمی شبیه گوشت بره داشت. جشن گوشتخواران، رستوران کارنیور که احتمالاً معروف ترین رستوران کنیا و یکی از شناخته شده ترین رستوران‌های آفریقا، غذایی سرو میکنه که به نام جشن گوشتخواران شناخته میشه. وقتی وارد این رستوران میشی از کنار انواع گوشت‌های کبابی میگذری که سیخ زده روی آتیش در حال پختن هستن. وقتی پیشخدمت منویی که شامل گوشت شترمرغ، زرافه و حتی کروکودیل به دستتون میده، تازه میفهمی که قراره چه غذایی بخوری. مطمئنا هرگز چنین غذایی رو فراموش نمیکنی. مغز گوسفند. در سالهای نچندان دور خوردن مغز گوسفند در انگلستان نسبتا رایج بود، چون هم ارزون بود و هم ارزش غذایی بالایی داشت. حالا بعد از ناپدید شدن وحشت ناشی از بیماری جنون گاوی دوباره میتونی این غذا رو در منوی رستوران‌های بعضی از کشورها ببینی. خوردن مغز گوسفند، گاو، اسب، بز و مرغ در کشورهای مانند ایران، ترکیه، چین، هند و بنگلادش رایجه. در این کشورها مغز گوسفند غذای لذیذ به حساب میاد. تا اینجا غذا واقعا عجیب بودن، ولی شماره 10 اصلا قابل باور نیست، چه برسه عجیب باشه. غذای فوگو که به زبان ژاپنی به معنی ماهی پف کرده است، به دلیل شهرت مرگبارش کاملا شناخته شده. بخشایی از این ماهی به ویژه جیگر اون سمی هستن، بنابراین در هنگام پختن اون دقت زیادی لازمه. با خوردن فوگو سالانه 10 نفر در بیمارستان بستری میشن و تعدادی نیز در اثر اشتباه جونشون از دست میدن. روتیل سرخ شده. اکثر مردم وقتی برای اولین بار روتیل سرخ شده روی میز غذاشون میبینن برای حفظ جونشون فرار میکنن، چون نیش این جونور 8 پای پشمالو میتونه خطر مرگ رو به همراه داشته باشه. اما در کامبوج، جایی که روتیل بیشتر با سس فلفل قرمز و لیمو ترش سرخ میشه، اینطور نیست. منظره ترسناکتر زمانیه که وقتی بشقاب روبروی شما قرار میگیره میبینین که روتیل‌ها در حالی که روی 8 پاشون ایستادن جوری که انگار میخوان به سمتتون حمله کنن. سنگچی، این غذای لذیذ کره‌ای یکی دیگه از غذای آسیاییه که خوردن اون خطر زیادی داره. البته خطر اون به دلیل سمی بودنش نیست، بلکه ممکنه در اثر خوردن اون خفه بشین. سنگچی یک اختاپوس زنده. این غذا در واقع اختاپوس زنده که سرآشپزای رستوران‌ها اون رو خرد میکنن و در حالی که شاخک‌های اختاپوس هنوز حرکت میکنن برایتان سرو میشود. عجیب‌ترین غذایی که تا الان خوردید چیه؟ جرأت خوردن کدوم از این غذاها رو داری؟ برام توی کامنت ها بنویس.
تونگزیدان. یکی از عجیب‌ترین غذاهای جهان که مطمئنا هرگز فراموشش نمی‌کنی تونگزیدانه. یه غذای لذیذ چینی معمولا فقط در استان دونگیانگ در شرق این کشور پیدا میشه. تونگزیدان تخم مرغ آب پز شده است، اما اون چی از کجا باید بگیرم؟ اما خب چه چیزی اونو تبدیل به عجیب ترین غذای جهان کرده؟ نکته عجیبش آبیه که تخم مرغا توی اون جوشونده میشن. تونگزیدان در آب نه، بلکه در ادرار پسران باکره پیش از بلوغ پخته میشن. فروشندگان غذای خیابونی به پسرها پول میدن تا توی یه سطل ادرار کنن. سپس تخم مرغ‌ها رو تمام روز در مایع میجوشونن و سرو میکنن. در ویدیو بعدی میپردازیم به 10 تا از وحشتناکترین شکنجه‌های قرون وسطا. پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندید.